درود دوستان، امروز یک پیمایش خیلی خوبی داشتیم. از ساعت 6 صبح از روستای فشکور اومدیم سمت شیرکوه، کلا برفی، برفکوبی، منظره زیبایی از شاه پیلکوه، بروشت، آزادکوه و کلا کوههای اطراف، توچال، اینم فضل فاضل، کوههای اطراف، کوههای دلیر و کلا کوه اشکای البرز. روبرو هم گرد کوتی. جای همه دوستان خالی. این منظره ای از اینجا مایی از جاده کندوان، کوههای اطراف، دره هریجان، دربند، خشک دره. واقعا جاتون خالی، خیلی عالی بود. این هم از نمای از دوستان خدا قوت. عالی 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 عالی، خیلی خوب بود.